بله، خون به یوز تعلق نداشته است. نمیشود که به هر جنایت یوز را گناهگار کنی. درست، ولی گناهگار یوز است. او خودش چی قرار شد؟ خودش گفت که خونی در آنجا پیدا شده از آن اوست. اگر یوز کارمند دولتی نباشد یا یگان شخص قدرتمند در پسش نباشد، پس میتواند که خودش این معلومات را عوض کند. نمیدونم. با فکرت کفت و کب از بالای او از حد زیاد نشد؟ نمیدونم. شاید که تو حق باشی. ولی من خسته شدم ایلیم، زیرا تمام عمرم برای حقیقت و عدالت مبارزه بردم. برادران عزیز، کنکورس ما سالن ما چون تبع کانالم برادران عزیز در کنکورس ما 93 پریزای 3 تا ماشین مرسدس سچکا، 2 تا پراسویا تا объем 10 تا تلفن A10 10 تا تلفن A20 20 تا کنورتی 50,000 50 تا کنورتی 2,000 برادر عزیز. آب شکریزی ما 93 دانه 2,000 دانه بلیت های برادر عزیز. 1000 روبل نرخی بلیتم بدروی در کانال подписаться کنه، колокольчик азер کنه که از کنکورس ما با خبر باشید. خیلی در تشویشم. خوش آمدی. حالت خوب است؟ خوبم، تشکر. درو. من خودم، تشکر. با کارت برگشتی. من به حد شاد شدم. تشکر. تفتیشات پر انجام یافت. من به تو بسیار مشکلی ها آوردم. گمان کردم که دیگر با من زنگ نمیزنی. حیرانم. ما با یک دیگر دشمن نیستیم یوز. خواستم با تو صحبت کنم. گوش میکنم. من امروز درگان را پرسش کردم. براستی کشافانمون هم به من خبری خوش را رساندند. نقشه خیلی عالی. کسی همه مرگ طلبان رو در یک جا جمع آورده آنها را نابود کرده است. با عقلانه همین طور نی؟ من همچنین میشمارم. فکر خوب. همه مرگ طلبان رو در یک جا جمع کرده کشتن. از درگان یگان معلومات گرفته توانستی؟ چندان زیاد نی. و تهدید کرده گفت که در صورت او را رها کردن تو را نجات می‌دهد. گفت که تنها او تو را نجات داده می‌تواند. دریا باوری دارم که تو با سخنان او راضی نشدی. یا راضی شدی و مرا به اینجا دعوت کردی. تو مگر مرا نمی‌شناسی یوز؟ نوابسته به تهدید او من هیچگاه با گپ تروریستان عمل نمی‌کنم. ولی تو رو برای این دعوت نکردم. حجت های تو رو خبر گرفته نظرم با یک چیز افتاد. من همش رو به تو نقل کرده بودم. تو حالا هم کافت و کابت رو ادامه میدهی. روزی که سمیر رو کشتند گفته بود که آن خون به تو تعلق دارد، ولی نتیجه تشخیص دینکا نشان داده است که خون به تو تعلق ندارد. کسی حجت رو عوض کرده است، ولی این کار به شخصی که از روی خواهش و دلش عمل میکند نمی‌سیبد. وقتی که ترکیش رو در تلویزیون دیدم سخت ترسیدم. گمان کردم که همه جا به خون آغشته می شود. مقصد آنها هم همین بود نزلی. مقصدشان به خون آغشته کردن استانبول بود، ولی ما نگذاشتیم. صحیح ترش نگذاشتند. آنها هیچ از این عملی ناپاکشون دست نمیکشند. نه آتش دائم به ما مقابلت کردن میخواهند. بگذار کارشون را دوام دهند. این به ما نیرو میبخشد. ویها اگر یک ضربه زنند
ما 1000 بار ضربه میزنیم. شاید در موضوع غم‌انگیز صحبت کردن بس باشد. بیا در یگان موضوع خوب گپ زنیم. مایلش می توانیم که درباره یک خوشرویک گپ زنیم. من راضی. خودش